3 تا قانون تمرینی هست که اگر این قوانین رو رعایت کنی میتونی سرعت چربی سوزیت رو به اوج خودش برسونی، که توی این پست میخوام این 3 تا قانون که کاملا تست شده هست و تقریبا میشه گفت جای دیگه این نمیتونی ببینی رو برات توضیح بدم. پس حتما اول این پست رو سیو کن و با دقت تمام تا آخر این پست با من همراه باش. بریم سراغ قوانین تمرینیمون. اولین اصل تمرین پرفشار داشتن هستش. ببینید بچه ها، شما تا زمانی که تمرین پرفشار نداشته باشید نمیتونید سرعت چربی سوزی خودتون رو افزایش بدید. حالا برای اینکه تمرینتون رو پرفشار کنید خب راه‌های مختلفی وجود داره، ولی یکی از اون راه‌ها این هست که از حرکات چالش برانگیزتر استفاده کنید. یک سری از حرکات به صورت ذاتی چالش برانگیزتر هستند، مثل حرکت لانگز که میتونه به خوبی عضلات و بدن شما رو کاملا به چالش بکشه. دلیل این که میگیم حرکات چند مفصله رو بیشتر استفاده کنه در برنامه هاتون هم همین موضوع هست که میتونه عضلات بیشتری رو درگیر کنه، در نتیجه هورمون هایی که در مسیر چربی سوزی و عضله سازی و فرم دهی میتونن کمک کننده باشن بیشتر ترشح میشه. پس این یکی از راههایی هستش که شما میتونید با استفاده از اونها تمرینتون رو پرفشارتر کنید. نکته دوم ضربان قلب بیشتر هست. ببینید شما وقتی که ضربان قلبتون افزایش پیدا میکنه، علاوه بر اون بحث کالری سوزی که افزایش پیدا میکنه، میتونه در مبحث افزایش گردش خون در بدن هم مؤثر باشه. حالا چطوری میتونی ضربان قلبت رو بیشتر کنی؟ با تمرینات هوازی پرفشار. ببین نمیگم بیا تمرینات هوازی طولانی مدت مثلا 1 ساعت دویدن داشته باشی یا نه، تمرین هوازی که در مدت زمان کوتاه حد اکثر فشار رو برات به همراه داشته باشه. مثلا میگم دو سرعت در زمان کوتاهیه، در یک مسافت کوتاهیه، ولی فشاری که وارد میکنه برای چربی سوزی، مخصوصا چربی سوزی سریع، عالی هست. و نوع دیگری که میتونید برای تمرین هوازی پرفشار استفاده کنید تمرینات اینتروال هست. دیگه همه چیزو دارم برات میگم ببین ازش استفاده کن، قدرشون رو بدون. من برای اینها کلی زمان برای مطالعه و کلی زمان برای کسب تجربه صرف کردم، پس قدر این موضوعاتی که میگم رو خواهشاً بدون. بریم سراغ قانون سوم، استفاده از وزنه سنگین برای چربی سوزی. درسته شاید خلاف اون چیزی باشه که تو الان شنیدی، ولی اگر تو بیای از وزنهای سنگین تر استفاده کنی، به خاطر اون هورمون هایی که در بدن ترشح میشه، هورمون هایی که میتونه در مسیر عضله سازی و چربی سوزی موثر باشه، میتونی چربی سوزی بیشتری رو تجربه کنی. آقا به ما گفتن وزنه سبک بزن تکرار بالا، نه اونا رو باید بزنی، ولی باید وزنه سنگین و تکرار کم هم توی برنامه‌ات باشه. اینی که بهت میگم رو خواهش میکنم گوش کن. پس این 3 تا قانون کاملا تست شده هست و بهتون قول میدم نتایج فوق‌العاده برای افزایش سرعت چربی سوزی براتون به وجود میاره. اما درسته تمرین خیلی موضوع مهمیه، باید رژیم غذایی هم داشته باشی. فکر نکن فقط اون اصول رو اجرا کنی و دیگه تموم، دیگه همه چیز نتیجه خوب برات به وجود میاد. باید حواست به رژیم غذایی باشه. حالا هر چقدر رژیم غذایی حرفه‌ای تر باشه، خب مسلما نتایج خیلی بهتری به وجود میاره برات. دیگه این یک اصلیه که کاملا ثابت شده. حالا من یک سوالی از شما دارم که همراه با پیج بودی یا اینکه تازه اولین باره که داری پست‌های پیج رو می‌بینی، چه اصلی در رژیم غذایی میتونه به عنوان مهمترین اصل در نظر گرفته باشه؟ بارها توی پست‌ها و استوری‌ها گفتم، کسانی که اطلاعات دارن در مورد این موضوع توی کامنت این جواب رو بدن که بقیه هم بتونن استفاده بکنن. امیدوارم مطالبی که توی این پست خدمتتون ارائه شد بهتون کمک کرده باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.